در بچه‌های 2 تا 6 ساله یکی از چیزایی که خیلی خطرناکه، اجسام خارجی که خیلی میتونه خطرناک باشه براشون، یکی حبوبات هست: نخود، عدس، لبه، ماش. و به حضورتون که آرنخودچی به اضافه در حقیقت مغزجات، مغز گردو، بادام زمینی، اینا در حقیقت خاصیتشون اینه که وقتی که وارد بینی میشن یا از اون طرف وارد تراشه بچه میشن که خب خیلی هم قطر بزرگی نداره، اینا آبو به خودشون میگیرن، رطوبت رو به خودشون میگیرن و سایزشون چند برابر میشه و به خاطر همین میتونه خفگی ایجاد بکنه. به خاطر همین خصوصا در بچه‌هایی که سابقه وارد کردن در حقیقت چیزهایی رو، جسمای خارجی رو داخل بینی یا گوش دارن، حتما حواستون باشه که این مواد به هیچ وجه در دسترسشون نباشه، چون احتمال تکرارش و خطرات جانی براشون بالا هست.